قرب قومی ملحدین، کسانی که هنوز هم سنگ جهاد هنوز به سینه میکوبند و در پارلمان نشستند مثل سیاف ربانی و امثالهم، آیا شما از اونها توقع دارین اونا برای شما فتوای جهاد بدن؟ چقدر زشت است که هنوز توقع از کسانی داشته باشید فعلا در آغوش امریکا دست و پا میزنند، از کسانی که بین اشغال امریکا و اشغال روس در میانشان فرق میگذارند. مذهب و ملت خیانت کرد، کسانی که امروز میخواهند که در اول راه، در وسط راه، در آخر راه با کفر سازش کنند، اینا متوجه باشند که اینا کسات اسلام بریده هستند. زهر منوش چقدر زشت است ملت افغانستان که 2 سالها با کمونیستا جنگیدی، همین خلقی ها پرچمی ها به زندان ها را نقل دادن، همین خلقی ها پرچمی ها جوان ها پدران و حتی خواهران و مادرای ما را گرفتن، جرثقیل بالایشان تیر کردن. اما امروز ما مشاهده میکنیم که اینها جبهه متحد با مو مدعیان دروغین دوریزی میسازند. آیا شر نیست؟ آیا از اونها روز ما تا بحرم پیدا میکنیم؟ دینان اخوت کرده ای، پس خیلی متوجه باشین که از این رهبرای دروغین کذاب که اینا برای مردم افغانستان ننجور شدهاند، اینا مردمای کافری که فعلا در افغانستان احزاب شعله‌ای و پرچمی و خلقی و ستمی که در افغانستان جمع شدهاند، اینا کسانی هستند که اینا را من حیث منفذ قرار میدهند، ولای اسلام اینا بدگویی میکنند. و متوجه باشید امریکا از افغانستان بیرون برآمدنی است، این ملک مادر و اجداد اینا نیست، حتما اینا برآمدنی هستند. متوجه باشید که اشغال نابسامانی‌های خیلی شوم دارد که ما فعلا در افغانستان مشاهده میکنیم. فساد اخلاقی دامنش فعلا گسترده شده است، همه شهرهای افغانستان را فرا گرفته است. آیا از ملت مسلمان افغانستان که 3 میلیون شهید در راه الله داده، آیا از این توقع میره که دامنه فساد اخلاقی آنقدر گسترده شود که حتی مردم حیرت زده شود؟ ایمان بسویی، کسی که دست به سلاح ببرم، این کسی است که از نفاق نجات پیدا کرده، این کسی است که دولت انشاءالله به ایمان صادقش میکنه. ما از بر اسلام خونی بدن. امروز صادقان کسانی هستند که در کوه میجنگند، صادقان امروز کسانی هستند که دست به عملیات استشهادی میزنند، صادقان امروز کسانی هستند که در زیر تعقیب هستند، در پشت میله ها سلولهای زندان به سر میبرند، صادقان کسانی هستند که اولاد خانه های کاشانه خود را همه ترک کردهاند، صادقان کسانی هستند که به جز الله عزوجل به کسی توکل ندارند، صادقان کسانی هستند که بغیر از الله عزوجل از کسی توقع یاری و نصرت ندارند. ای مومنان، امروز مشاهده میکنیم مردم فوج گروه جوانا همه که به امت اسلامی بدن. چرا؟ به خاطر که دولت به صدق اخلاص اینا میکنه. اینا کسایی بودن که به اخلاص جنگیدن، مردمای خیلی پاکباز اینا شهید شد، اینا با خونهای خود ثابت کردن که اینا مردم مخلص هستند. یا در سنگری ایمان سرود. پس های ملت مسلمان افغانستان، بیاین یک بار دیگر ایش فریضه را احیا کنیم، این افتخار باز به خود کمایی کنیم ملت افغانستان که دست به سلاح ببرین، علیه این دشمن سفاک اسلام بجنگیم و یک جا با مجاهدین قهرمان عراقی یک جا شده این افتخار بر امت اسلامی کمایی کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. برادران مسلمان، این آیت مبارکه تشویق و تشجیع است از طرف الله عز وجل که مؤمنان، کسایی که به الله و رسول صلی الله علیه و سلم ایمان دارند، باید به هر چیز زودتر به نجات کسانی بپردازند، به نجات مردم مظلوم و بیچاره و مسکین بپردازند که در زیر سایه اشغال زندگی میکنند، اما شب و روز دست به دعا هستند که بار اله ما را از این فساد و از این اشغال و از این نابسامانی‌هایی را که ما مشاهده میکنیم
بار الله ما را نجات بده. مؤمنان مکلف هستند از طرف الله عزوجل که در وقت کشور اسلامی اشغال میشه دست به جهاد بزنند و دست به اسلحه ببرند و به خاطر نجات امت اسلامی باید قتال نمایند. این آیه مبارکه به این الفاظ آغاز میشه: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. شما را چی شده ای مؤمنان که در راه الله عزوجل جهاد نمیکنین، در حالی که مردم مظلوم و بیچاره، مردان، زنان، اطفال بیچاره و مظلومی که در زیر سایه اشغال زندگی میکنن دست به دعا هستند شب و روز: ربنا بار اله رب ما اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. از این قریه‌ای که اهلش ظالم است و بر ما ستم میکنن و بر ما ظلم میکنن، ما را از این جا رها بساز، ما را از این جا نجات بدی. ما امروز در افغانستان مشاهده میکنیم که در حدود 7 سال میشود که بعد از سقوط امارت اسلامی در افغانستان امریکای صفاک با همپیمانانش چی از کافران و مرتدان فعلا در افغانستان حاکمند. آنها قریه افغانستان را به خاطر متحقق شدن اهداف شومشان به توپ و گلوله و به مردمان میبندند. ما مشاهده میکنیم که روزها بدها و افغان مسلمان در مناطق مختلف افغانستان کشته میشوند. ما مشاهده میکنیم که دهها بلکه به صدها افغان مسکین و مظلوم و بیچاره که خاص جرمشان ای است که شب و روز دستشان به دعا به الله عزوجل است، جرمشان ای است که به الله و به رسول ایمان دارند، جرمشان ای است که میخواهند در افغانستان نظام اسلامی حاکم باشه، جرمشان ای است که به خاطر نجات مستضعفین در دنیا خواهان اقامه خلافت اسلامی هستند. به خاطر این جرم رسول الله زندان کشانده میشوند، گاهی در بگرام، گاهی در گوانتانامو و گاهی در قندهار. ما مشاهده میکنیم در این 7 سال که جرمهای مختلف را امریکا مرتکب شده، جرمهایی که اصلا انسان نمیتونه که از حیا نمیتونه که لب به او بگشاید. اما متوجه باشین که امریکایی‌ها این کارها را قصداً میکنن. اونها میخواین ما را عذاب معنوی بدهند، اونها ما را میخواین عذاب مادی بدهند. پس ای مسلمانان در افغانستان، شما را چی شده؟ شما کسانی بودین که به خاطر نجات افغانستان و به خاطر برپایی اقامه نظام اسلامی در افغانستان بیش از 2 میلیون شهید دادین. آخر شما را چی شده ای ملت مسلمان افغانستان؟ شما کسایی بودین که برای مردم درس جهاد را آموزش دادین، شما کسانی بودین که برای مردم فعلا قدوه شدین. امروز کسانی که در الجزایر، در فلسطین، در کشمیر و در نقاط مختلف دست به جهاد میزنن علیه طواغیت، اونها همگی از شما این نمونه را اخذ و اختیار کردن. آخر شما را چی شده؟ شما کسانی بودین که مدت خیلی طولانی را شما در خیمه ها توانستین زندگی کنین. شما کسانی بودین که در پشت سلول زندانهای سیاه و بدنام پلچرخی و غیر زندانها در زمان حاکمیت روسها و کمونیست‌ها در افغانستان همه را سپری کردین، صبر کردین، تحمل کردین، با سینه فراخ همه چیز را پذیرفتین. اما امروز شما را چی شده ای ملت افغانستان؟ امروز مردم در دنیا حیران هستند. آخر این ملت قهرمان را چی شده که امروز عده‌ای از اینا به خاک خون غلطیدن، عده‌ای به جهاد رفتن. اما مشاهده میکنیم که امروز سکوت مرگبار اکثر ملت افغانستان را فرا گرفته است. آیا ما از دشمنی امریکا با خبر نبودیم؟ آیا ما نمیفهمیدیم که امریکا دشمن افغانستان و دشمن ملت اسلام و دشمن مسلمین است؟ آیا از این ما با خبر نبودیم که فلسطین که امروز در اشغال رژیم صفاک اسرائیل به سر میبره، آیا ما از این با خبر نبودیم که این رژیم دست ساخته و بافته امین امریکای منحوس، امریکای کافر، دشمن اسلام و دشمن مسلمین است؟ مشاهده میکنیم که اکثر کشورهای اسلامی، بلکه گفته میتونیم که همه کشورهای اسلامی امروز به پایگاه‌های امریکایی تبدیل شده است. ای ملت مسلمان افغانستان، به این آیه مبارکه شما غور کنین: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. شما را چی شده که به خاطر الله عزوجل شما جهاد نمیکنین؟ به خاطر ملت مظلومتان که اینا را از رنج و عذاب شما خلاص نمایین، شما چرا جهاد نمیکنین؟ قرآن به چقدر زیبایی میفرماید بعضی آیات مبارکه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. کسانی که ایمان دارن اونا در سبیل الله عزوجل می جنگن. یعنی کسانی که امروز در این پایه‌ها در افغانستان می جنگن، اینا در حقیقت کسانن که به الله عزوجل ایمان حقیقی دارن.
خیلی مردم زعم میکنن که ما مؤمن به الله و به رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. در اوقات شادمانی، در اوقات فراغ، در اوقات خوشحالی هر کس مدعی به این است که من الله و رسول صلی الله علیه و سلم دوست دارم. اما وقتی که مصیبت ها، ابتلاهات، محن، امتحان ها برای امت اسلامی میآید، ما مشاهده میکنیم که الله عزوجل صفها را متمایز میسازه، صف از صف دیگر جدا میشه. مردمانی که مردمان پاکباز، مردمان صادق و مردمان مؤمن و مجاهد هستند، الله عزوجل این مدعیان راستین از مدعیان دروغی جدا میسازه. شما متوجه باشین که جهاد یگانه وسیله است، بلکه محکی است برای تمیز مؤمن صادق از کسایی که به شکل کاذبانه دعوای ایمان را می نمایند. الف لام میم احسب الناس یترکوا یقول آمنا وهم لا یفتنون. الله عزوجل در اوایل سوره عنکبوت اشاره به ابتلا میکنه. ابتلا به این که آیا کسانی که ایمان آوردن شما چی گمان میکنین که با گفتن مجرد این لفظ راندن این اسم مبارک که ما ایمان آوردیم اینا ترک میشه؟ و نه، الله عزوجل حتما نار ابتلا و اختبار مینماید. چرا؟ تا به خاطر برای مردم، برای همگی معلوم شود که کیها مؤمنان صادقانند و کیها مردم کاذب دروغگوان که کاذبانه و ریاکارانه سنگ مبارزه و جهاد و ایمان به سینه خود میکوبند. ملت مظلوم افغانستان و این ملت مسلمان افغانستان متوجه باشین، برحذر باشین. امروز دوستان حقیقی شما که به خاطر شما می جنگن، اونا کسان هستند که در این کوپای افغانستان علیه امریکای صلیبی و مزدورانشان عام از مرتدین و منافقین دست به اسلحه بردن. شما آیا مشاهده نمی کنین این خونها را که در افغانستان امروز سرازیر است؟ شما به عملیات استشهادی و فدایی که دشمن کاذب و مکار خیلی وقاحت این زعم میکنه که گویا این عملیات کس عملیات تروریستی است. شما مشاهده میکنین که جوانی که نه از زیبایی، نه از حسن، نه از قوت و نه از توان و از هیچ چیز کمبودی نداره، چگونه حاضر میشه که دست به عملی استشهادی بزنه؟ لا عقل فکر کنین، الله عزوجل شما را عقل داده. پس به متوجه باشین ای ملت افغانستان که امروز دوستان حقیقی شما کسانی هستند که بلند در کوه می جنگن، کسانی هستند سرهای خود را به دست خود گرفتن و این صادقانه نظر میکنن به الله عزوجل. چرا؟ به خاطر برپایی نظام اسلامی، به خاطر نجات شما، به خاطر نجات شما از منجلاب فسادی که امروز شما در شهرهای مختلف افغانستان شما را مشاهده میکنین. متوجه باشین که اشغال نابسامانی‌های خیلی شوم دارد که ما فعلا در افغانستان مشاهده میکنیم. فساد اخلاقی دامنش فعلا گسترده شده است، همه شهرهای افغانستان را فرا گرفته است. آیا از ملت مسلمان افغانستان که 3 میلیون شهید در راه الله داده، آیا از این توقع میره که دامنه فساد اخلاقی آنقدر گسترده شود که حتی مردم حیرت زده شود؟ شما مشاهده میکنین که حتی زنا با محارم در محاکم در افغانستان ثبت است. آیا برای ما این شرم و خجالت نیست که تا هنوز ما هم صبر میکنیم؟ صبر به خاطر چی؟ به خاطر چی صبر میکنیم؟ آیا دیگر انتظار از امریکایی ما چی داریم؟ متوجه باشین از مجلس بن گرفته که تمام این سوژه های مضحکی را که اینا روی کار آوردن تا پارلمان قلابی که به شبیه فکایی یا افلام کارتونی است، اینا فقط به خاطر ازی است که به چشم ملت مسلمان افغانستان اینا خاک بپوشن. اینا میخواین شما را مشغول و مصروف بدارن. امروز صادقان پاکباز، مؤمنین مخلص از کذابان امروز جدا شدند. آیا شما منتظر ای هستین کسانی که اشغال امریکا را مشروعیت بخشیدن، کسانی که مدعی به این هستند گویا که تجاوز امریکا با تجاوز روس‌ها فرق داره، کسانی که هنوز هم سنگ جهاد هنوز به سینه میکوبند و در پارلمان نشستند مثل سیاف ربانی و امثالهم، آیا شما از اونها توقع دارین که برای شما فتوای جهاد بدن؟ چقدر زشت است که هنوز توقع از کسانی داشته باشین فعلا در آغوش امریکا دست و پا میزنن، از کسانی که بین اشغال امریکا و اشغال روس درمیانشان فرق میگذارن. پس متوجه باشین ای ملت افغانستان، قرآن به صراحت میفرماید و کونوا مع الصادقین. پس شما کسانی هستین که باید صادقان از مردم کاذب باید شما تفکیک کنین، شما باید تمیز بدهین. امروز صادقان کسانی هستند که در کوه میجنگند، صادقان امروز کسانی هستند که دست به عملیات استشهادی میزنند، صادقان امروز کسانی هستند که در زیر تعقیب هستند، در پشت میله ها سلول های زندان به سر میبرند. صادقان کسانی هستند که اولاد خانه های کاشانه خود را همه ترک کرده‌اند. صادقان کسانی هستند که به جز الله عزوجل به کسی توکل ندارند. صادقان کسانی هستند که بغیر از الله عزوجل
از کسی توقع یاری و نصرت ندارن. امروز مشاهده میکنیم که همه جهان به ضد مجاهدین است. همگی، حتی کسایی که به این زعم هستند که گویا کشورهای همسایه برای مجاهدین کمک میکنن، همه زعم دروغین است. اونا از همه که بهتر میفهمن که زعم دروغ است. امروز مجاهدین حتی در کشورهای همسایه به شمول پاکستان ما مشاهده میکنیم که مجاهدین امروز زیر تعقیبند. شما ای ملت افغانستان، آیا براتون کافی نیست که افراد بزرگی مجاهدین زیر تعقیب یا توسط امیر رژیم پاکستانی فعلا در پشت میله‌های زندان در گوانتانامو و بگرام به سر میبرند که بعد از گرفتاریشان اینا تسلیم میشن به رژیم کابل و رژیم کابل تسلیم میکنن به آمریکا؟ پس برای شما کافی نیست برای صدق و برای صداقت اینها. اما کسایی که شما مشاهده میکنین که امروز در آغوش امریکا به سر میبرند، امروز از امریکا تخجه میشوند، امروز در زیر سلطه فساد و خیمه فرسوده اشغال امروز زندگی به سر میبرند، در پارلمان ها به سر میبرند، در ولسی جرگه ها به سر میبرند. آیا شما از اینا توقعی دارن که اینا برای شما فتوای جهاد بدن؟ چقدر زشت است که ما از اینا انتظار ببرین. پس متوجه باشین ملت افغانستان، فعلا شما مطلقا نزد الله عزوجل عذر ندارین. پس شما باید دست به جهاد بزنین. از مجاهدین باید حمایت و تایید و پشتیبانی کنین. مجاهد را در خانه تان باید جا بدهین و متوجه باشین که از این رهبران کاذب دروغی که فعلا در آغوش امریکا هستند، از اینا باید بیزاریتان اعلان کنین. متوجه هستین؟ الله عزوجل ابراهیم علیه السلام برای ما اسوه و نمونه و الگو قرار میدهد. ابراهیم علیه السلام چرا برای ما اسوه و الگو قرار میگیره؟ به خاطر ابراهیم علیه السلام کسی است که قرآن میگه ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که وفا کرد. به چی وفا کرد؟ به او عهد پیمانی که الله عزوجل از او گرفته بود. ابراهیم علیه السلام چی کرد؟ ابراهیم علیه السلام به او وفا کرد. ابراهیمی که به تنهایی بت‌ها را میشکناند، ابراهیمی که با تنهایی و در حول حوشش جوانان مستضعف و بیچاره از نگاه مادی اما مالامال از قلبهای سرشار از ایمان در دور پیشش بودند. ابراهیم علیه السلام به صراحت اعلان میکنه برای مشرکین: انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ما از شما هم بیزار هستیم، از معبودات باطل شما که غیر از الله پرستش میکن از این بیزار هستیم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. و دشمنی و بغض آشکار شد تا به روز قیامت، ابدا تا که شما به الله عزوجل ایمان بیاورید. این است ابراهیم علیه السلام در حالت ضعف که سلاح هم به دست نداره، با جوانا با مؤمنان صادق و پاکباز که افراد خیلی اندک و قلیل و کمی اند، اینا اعلان میکنن در داخل امیر رژیم طاغوتی نمرود اعلان میکنن که ما از شما و از معبودات باطل شما بیزار هستیم. متوجه باشین علما به این اشاره میکنن که ابراهیم علیه السلام اول بیزاری از آنها اعلان میکنه، سپس از معبوداتشان. ما تعجب میکنیم به کسایی که امروز از امریکای تغذیه میشن، میگه ما امریکایی را دوست نداریم، امریکای دشمن اسلام است. این قضیه اتفاقی است. حتی خود امریکایی می اظهار میکنه. آیا بوش به صراحت اعلان نکرد که این جنگ صلیبی است؟ اما مفسرین مکار از حکام در کشورهای اسلامی را تعویل کردن که گویا این یک خطا و اشتباه از بوش بوده، با شخصا مقصد بوش چیز دیگه است. بعد مشاهده کردیم در ایتالیا صدر اعظم ایتالیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته، برازون تعویل کردن. بعد مشاهده کردیم که در دنمارک کشورهایی که اصلا اونها در خط اخیر جنگ قرار دارن، ما مشاهده کردیم که اونها کاریکاتورها را رسم کردن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را منسوب کردن. آیا این جنگ صلیبی نیست؟ پس جنگی چی باشه؟ اینا همه میگن برادرها جنگی چی است؟ اینا جنگ صلیبی است. خب پس متوجه باشین که ابراهیم علیه السلام اول از آنها اظهار بیزاری میکنن. پس بر اینا هست که باید اول از اشخاص اینا باید اظهار بیزاری باید اعلان کنن. اظهار بیزاری و بغض و دشمنی کس این منجر به جهاد فی سبیل الله میشه. یعنی کسی که اول موالات داشته باشه به الله عزوجل، با دشمنای خدا دشمنی داشته باشه، یکی از وسایلی که باید بکار برای جهاد فی سبیل الله است. امروز در افغانستان جهاد فرض عین بالای فرد ملت افغانستان است. نه تنها بالای ملت افغانستان بلکه بر همه دنیا. فقها همگی اتفاق کردن، اتفاق فقها است که جهاد در حالات بالای امت اسلامی فرض میشه. از اون جمله از اون نوع امین است که ما در افغانستان فعلا به سر میبریم. پس برادران مسلمان شما مشاهده میکنین که الله عزوجل در این موقف ابراهیم علیه السلام اول بیزاری ابراهیم علیه السلام از اشخاص اعلان میکنه که اونا این معبودات به پرستش گرفتن، سپس از معبوداتشان. متوجه باشین وقتی که ما کفر به طاغوت میگیم، وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله عز وجل وقتی که به اشاره میکنه کسی به طاغوت کفر ورزید و به الله عز وجل ایمان آورد و این متمسک شد، این یک دستاویز خیلی محکمی چنگ یازیده است که هرگز نمیکسرد و الله عز وجل شنوا و خیلی دانا است.